خدا رو شکر تا حالا زیر پای هیچ بیگناهی رو نکشیدم. نمیفهمی این الان تو چه وضعیتیه؟ بس قصد نیست که آخه، بس حواس پرتی توه، سر به هوایی. خیلی خوب گفتم دیگه. اعصابم به اندازه کافی خورد کرد. این کارت منو یاد بابام میندازه. اونم هر موقع یه چیزی رو نمیخواد بگه، به جای اینکه راحت بگه نمیگم، میگه بذار یه موقع دیگه میگم. من فقط نمیخواستم کسی رو بکشم. شما چطوری با هم آشنا شدین؟ دلم برات تنگ شده. قدرت تو نگفتنته. آره، اتفاق افتاد. نه بگیم که زندگی اونو نابود کرد.